کتاب زکریای نبی باب 11. درهای خود را ای لبنان باز کن تا که آتش ارزهای تو را فرو برد. واویلا نما ای صرف، زیرا که ارز فرو غلطیده است، زیرا که درختانی با حشمت ولنگار گردیده است. واویلا کنید ای بلودهای باشان، زیرا که جنگلیستان انبوه به ضلالت افتاده است. صدای واویلای چوپانان به گوش می رسد، زیرا که شفقتشان ولنگار شده است. صدای نعره شیران جوان می براید، زیرا کبریای اردن ولنگار گردیده است. خداوند خدای من چنین می گوید: گوسفندان ذهب را بچران که آنها را خریدارانشان می کشند و عیبدار دانسته نمی شوند. و فروشندگانشان می گویند مبارک است خداوند، و من ثروتدار خواهم شد، و چوپانانشان با آنها رحم نمی کنند. زیرا که من به ساکنان این زمین دیگر رحم نخواهم کرد، می گوید خداوند، و اینک من آدمان را به دست یکدیگر و به دست پادشاهشان تسلیم خواهم نمود و آنها زمین را تار و مار خواهند کرد و من از دستشان خلاصی نخواهم داد. و من گوسفندان ذهب را برای گوسفند جلابان چرانیدم و 2 عصا برای خود گرفتم که یکی را نعمت نامیدم و دیگری را وحدت نامیدم و گوسفندان را چرانیدم. غضب خدا بر چوپانان غدار. و در 1 ماه 3 چوپان را نیست کردم و جان من از آنها بیزار شد و جان آنها نیز از من نفرت داشت. و گفتم شما را نخواهم چرانید. آن که مرده نیست بگذار بمیرد، آن که گم شده نیست بگذار گم بشود، و باقی ماندگان بگذار گوشت یکدیگر را بخورند. و من عصای خود نعمت را گرفته شکستم تا عهدی را که با همه قومها بسته بودم باطل نمایم. و آن در آن روز باطل گردید و گوسفند جلابان که به من می نگریستند دانستند که این کلام خداوند است. و من به آنها گفتم اگر این در نظر شما پسند آید، مزد مرا بدهید، وگرنه ندهید. و آنها مزد مرا به قدر 30 سیقل نقره برکشیدند. و خداوند به من گفت آن را برای کلالگر بیانداز، آن قیمت گران را که از جانب آنها بها داده شده ای. و من 30 سیقل نقره را گرفته در خانه خداوند برای کلالگر انداختم. و عصای دویم خود وحدت را شکستم تا که برادری بین یهودا و اسرائیل را باطل نمایم. و خداوند به من گفت باز اسباب چوپان احمقی را برای خود بگیر، زیرا اینک من چوپانی را در این زمین خواهم گذاشت که دریده شدگان را به یاد نخواهد آورد، گم شدگان را جستجو نخواهد کرد و مجروحان را معالجه نخواهد نمود و پا برخاستگان را خوراک نخواهد داد، ولی گوشت فربهان را خواهد خورد و سمهای آنها را خواهد شکست. وای به حال چوپان نابکار که گوسفندان را ترک می کند. شمشیر بر بازویش و بر چشم راستش ضربه خواهد زد. بازویش تماما خشک خواهد شد و چشم راستش تماما خیره خواهد گردید.